اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. از خواب برخیز، وقتی نمازی بامداد است. مادر، نماز خواندن نمیتوانم. پسرم، چرا نماز خواندن نمیتوانی؟ آخر نمیتوانم در این هوای خنک طهارت کنم. بیمار شدم. بسیار خوب، خداوند تو را ببخشد. احمد هنوز بیدار نشده است؟ احمد از خنکی بیمار شده است و نمیتواند که در این خنکی طهارت کند. گذاشتم تا خواب کند. خداوند حتما میبخشد. سبحان الله، مادر احمد خداوند بخشنده و مهربان است و از رحمت خداوند در حق ما این است که برای احمد و هر کسی که حال او را دارد تیمم کنیم. اما تیمم برای آن وقتی که آب نباشد. نه، این گونه نیست مادری احمد. تیمم در وقتی که آب نباشد یا استفاده آن سخت باشد، مانند ترس از بیماری یا کم بودن آب در مسافرت. و آیه وضو گوش کن که الله در آخر آن می‌فرماید اگر بیمارید و یا در سفرید یا یکی از شما قضای حاجت کردید یا با زنها هم خوابه شدید و آب نیافتید، پس بر خاک پاک تیمم کنید و رویها و دستهایتان را مسح نمایید. پس کسی که بیمار است یا می‌ترسد که بیماریش زیادتر می‌شود و وفات می‌کند، تیمم کند. سبحان الله، چگونه دین ما برای ما آسان کرده است. بله همسرم، دینمان برایمان آسانی می‌خواهد. خدا خیرتان را دهد پدر. اما چگونه تیمم کنم؟ خاک را از کجا یابم؟ پسرم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید زمین برای ما پاک قرار داده شده است. پسرم، با من بیا، برویم به نزد خاک پاک. احمد، میدانید چگونه تیمم کنی؟ نه، نامختم. چگونه تیمم کنم پدر؟ این گونه است پسرم. دو کف دستت را این طور به زمین میزنی و آن را پف میکنی و سر و دستانت را مسح میکنی. همش همین؟ چی طور آسان است؟ درست است که آسان است. دینمان برایمان آسانی را میخواهد.